جوانمردا جوانمردی بیاموز، جوانمردا جوانمردی بیاموز، زی مردان جهان مردی بیاموز. السلام علیکم همدیاران عزیز، بینندگان محترم، برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی شام سمرقند را آغاز می نماییم. در برنامه امروزه ما لازم دانستیم که درباره یکی از مردان فاضل، پوبلیسیست، ژورنالیست، یکی از ایجادکاران برنامه‌های بهترین شرکت تلویزیونی سمرقند استو رؤوف معروفی حرف زنیم. درباره حیات و ایجادات همین شخص نجیب معلومات مشخص را برسانیم. در این باب ما با دوستانشان و اهل عائله‌شان هم صحبت شدیم که من همین موادها را حالا به دقت شما حواله میکنیم. از این رو ما چند پیش با دوستان نزدیکترین استاد هم صحبت شدیم که قسما از نقل‌های پرمضمون آنها به دقت شما حواله میکنیم. استاد رؤوف جان معروفی در تلرادیو کمپانی سمرقند استو که سالهای 1991 آن را چون تکه سویردی زبان میکردیم سرمحرری برنامه‌های بخش تاجیکی بودند و برنامه‌های گوناگون رنگ را تیار مینمودند. مناسبتشان به خصوص به اهل صنعت و هنر خیلی هم خوب بود. فخر میکردند که بین آنها دوستان مشهور دارند. یکی از چنین دوستان قهرمان‌های لوحه‌هایشان استاد چوبکار نصرالله صاحب نظرов بودند که این صحبت چنین گفتند: عبدالرؤوف معروفی بسیار سالها قریباً 50 سال میدونم این کس بسیار عالم نقد بود، بسیار علمی نقدش داشتن و همین کندکاری ها یا اینکه یک نویگری های بسیار دوست می داشتن. همین یک انسان بودن که من مثال استاد باشم تماما کاری من به اعتبار میدادن. البته این کس نام نیک قلب ما و همه وقت باقی میمونه، همه وقت در یاد ما این کس چی خیلی ما حیات باشیم. البته این کس نامشون گم نمی‌کنیم. بینندگان محترم، اینجا کمی میخواهیم درباره زباندانی استاد حرف بزنیم. در زباندانی استاد رؤوف جان معروفی در بین علما و فضلای سمرقند موقع خاصه داشتند. برای پوره دانستن زبان مادری، تاریخ آن را همه طرفه آموختن برای عالم ضرورت علمی داشت. هنگام تحصیل اسپرانتو با معمای تدقیق یکی از نمودهای قدیمترین زبان فارسی، زبان پهلوی شروع نمودند. در این ساحه رؤوف جان معروفی عالم یگانه به شمار می رفتند. به قریبی جشن روز سمرقند گذرانده شد و مناسبت در روزنامه آواز سمرقند یک تا شعری بنده برآمد و این با نام ستاره‌های سمرقند. عموما سمرقند رو مشهور کردگی گرچنده که این یادگاری ها، قصر ها، بناها، لیکن به دنیا این را شناس کردگی این فرزندهای سمرقند. و در نظر من این شبانه واقع شد. در نظر من در آسمان همه آدم هایی که فرزندهای سمرقند بودن گویا که با جسته با آسمان برآمده نگاه کرده ایستادند. با من همه خیلی تصور شد و در قطار دیگرها در 2 نفر دوست به من بسیار نزدیک را من در آسمان دیده و با آنها حمد و ثنا خواندم. اینها رحمت حاج قربان و رحمت رؤوف جان بودند. در اینجا هم خیلی مصرع هستند: حاج قربان و رؤوف جان ما، اختران ما بودند در سما. امروز که در برنامه شما زادروز استاد رؤوف جان معروفی قید کرده می شود، من درباره حاج قربان سخن نمیرانم. این را به دیگر روز موقوف گذاریم و امروز موضوع ما رؤوف جان. ما با رؤوف جان در یونیورسیته در وقت خواندن در شعبه شبانه فیلولوژیا شناس شدیم. این کس خیلی یک شخص بودن که با گپشان ایستادگی، مردان، وفادار، مهربان و دائم روح آدم رو میبرداشتگی. یکون کس خفه شود اگر نیمونن و فقط طرف آدم ها میگیرن و از همه اساسیش این کس سمرقند رو بسیار دوست میداشتن. هر یک قدم، هر یک پنجه، هر یک وجبی سمرقند رو این کس دوست میداشتن و بنابراین این کس ما بسیار دوست میداشتیم و همه خیلی شده ماند که رؤوف جان
من که وقتی که محرری رادیوی سمرقند شدم و این رادیو شد، این کس همچون مخبر فعال هر روز سفارشو میگرفتم و سفارشو آورده میگذارم، خودشو میخوندم. رئوف جان آدمی هر طرفه ترقی بودن. رئوف جان صورتگیری عجایب. این کس ژورنالیست، این کس مخبر، این کس معلم، این کس فاضل، این کس معلمان بودن. رئوف جان در نهاد ما، نامشون در دل ما همیشه زنده می باشد. سعدی گفتگی بود: سعدیا، مرد نکو نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. ما با فرزند سمرقند فخر میکنیم. هزار احسان و فرزندی سمرقند، و فرزندی برومندی سمرقند. چو مادر شهر خود را دوست دارد، خیال و هوش او بندی سمرقند. استاد رئوف جان معروفی دلی بیقرار داشتند. روز به یگان کاری ثواب جامعه دست نزنند خوابشان نمی برد. به بیماری، تشویش روزگار، فعالیت علمی، آموزگاریشان نگاه نکرده با دعوت اولین به صحبت مردم قدرشناس معنویت می شتافتند تا با سخنهای فارم و دلچسب به قلب آدمان راه بیابند. در صحیفه های روزنامه با مقاله های جالبی موضوع های داغ روز برآمد می کردند و می دانستند که مقالهشان محض این روز بهر احتیاج مردم خدمت می کند. فردا باشد معمای دیگر پیدا می شود. دوست و برادرم معروفی را از چند جهت خیلی نزدیک می دانم. دوستی و برادری ما هنوز تیر ماه سال 1958 آوان دانشجویی در شعبه شبانه بخش فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی سمرقند آغاز یافت و آن کس روزانه در اداره سود کاتب شده کار میکرد. من در مطبعه دانشگاه دولتی سمرقند کار میکردم و پیشینی هم هنگام استراحت نصف روزی با هم دیدار بینی میکردیم، صحبت میکردیم، شبانه میخواندیم و هر دو میل قلمزنی داشتیم و روزنامه نگاری پیشه میکردیم، خبر و مقاله ها می نویستیم. از نوشته های یکدیگر همیشه باخبر و همیشه شاد می شدیم. نهایت بعد ختم دانشگاه آن کس در مدت در مکتب رقم 5 شهر سمرقند در مکتب رقم 1 استاد زبان فارسی شده کار کردند. سپس به دانشگاه پداگوژی سمرقند به کار گذاشته اینچنین به اسپرانتو تحصیل گرفتم. میل ساحه علمی به من به نسبت به ادبیات و اونقدر نسبت به زبان خیلی بلندی کرد و اون کس ساحه زبان تاجیکی مخصوصا آموختن تاریخ زبان تاجیکی، تاریخ گراماتیک زبان تاجیکی، تاریخ بنیاد کتاب‌های درسی آید به صرف و نحو زبان تاجیکی دقت آن کس را خیلی به خود کشید و خوب است که آن کس الفبای نیاگان را خیلی خوب می‌دانستند و می‌خواندند و می‌توانستند و کتاب‌های صرف و نحوی که سالهای 20م 30م با همین الفبا و زبان تاجیکی در سمرقند در دوشنبه طبع و نشر شده بود دقت آن کس را کشیده و تحت راهبری یکی از شرقشناسان معروفی شوروی آن وقت یکی از عالمان مشهوری ارمنستان نوبندیان با نوشتن رساله شروع کردند. رساله تیار هم بود. بحث و مناظره های آن کس با عالمان تاجیک، با نیاز محمدوف، با غفارov، با اسمت اللهیف، با شرف رستمov و چند دیگر زبانشناسان معروف تاجیک در دایره زبان خیلی به معنی صورت میگیرد و هر بار با سخنهای بسیار به همین ساحه بحث و مناظره ها گفتن جایز است که این کس غالب هم می آمدند و پیش دستی هم میکردند و میگفتند که من اینطور است. یادشان بخیر، ما همیشه با نیکی آن کس را یاد میکنیم.
باید گفت که استاد را در مقیاس شهر همچون متخصص زبان تاجیکی بسیار خوب می شناختند. وقتی که همسری شاعر لاهوتی بانو شاهنامه فردوسی را به زبان روسی ترجمه میکرد، بانو این کار را در سمرقند انجام داده بود. رؤوف معروفی مصلحتگری بانو بودند و همیشه با زباندانی زبان فهمی مشکل ترجمان را آسان میکردند. در دنیا یک زمره شخصانی هستند که در باره خصلت‌های نجیبی آنها، در باره مردم شناسی، اسلوب آدمگری آنها، اسلوب آداب آنها ساعت سخن کنی هم ادا کرده نمیتوانیم. استاد ما رؤوف معروفی شادروان الهی آخرتشان روحشان شاد و آخرتشان آباد بود، یکی از چنین شخصانی نجیبی که من میدانم بودند. وقتی که اون کس وارد اودیتوریا می شدند با چهره تبسم خود اولا دقت همه را به خود جلب می کردند. خوش طالبان عزیز کیفیت ها چطور گفته از اول اون کس خطاب می کردند. یعنی با این اون کس با همه شخصانی که بگذار که کیفیتشون نه اونقدر خوب باشد هم با اونها کیفیت خوب بخشیده، روح خوب بخشیده، پس به آغاز درس خود آغاز می کردند. هر یک قدمی آن کس، هر یک سخنی آن کس، هر یک گفتگوزاری آن کس برای ما دانشجویان درس عبرت بود. یک لحظه دوره دانشجویی رو به خاطر آوردن میخواهم. در یکی از روزهای من همین طور تیر ماه زرین در میدان پختچینی ما البته هم خوانندگان فاکولته فیلولوژی البته اینا بسیار یک سخندان میشوند، بسیار بحث و مناظره رو دوست میدارن. 3-4 دخترکان همین درباره زیبایی بحث و مناظره میکردیم. یکی میگفت که زیبایی باطنی خوب است، دیگری میگفت زیبایی ظاهری، سومین میگفت که انسان با خلق و آدابش گویا که زیبا باشد. همین وقت بین ما 3-4 کس همین بحث و مناظره در اوج بود که از دو طرف ما دو استاد دانشکده، یکی از آنها استاد گرامی من رؤوف معروفی بودند، در دست پخته چیده نزد ما آمده. آنها بحث و مناظره ما رو در اوجش رو گرفته به چه افتاده گفتند که با یک جمله برگ گل در نازکی مشهور در بحر و بر است، خاطری شرم و حیا از برگ گل نازکتر است. یعنی با این استاد با ما باز یک بار دیگر درباره یعنی زیبایی باطنی، زیبایی ظاهری همش یک طرفو باید که دختر بچه با حیای و ایبای خودش زیبا باشد گفته، از همین باز یک بار دیگر با ما اون کس درس عبرت آموختند. همین رو باید تاکید نمود که استاد را در مقیاس شهر همچون زباندان معروف خیلی خوب می شناختند. وقتی که همسری شاعر لاهوتی بانو شاهنامه فردوسی را به زبان روسی ترجمه میکرد، بانو این کار را در سمرقند انجام داده بود. رؤوف معروفی مصلحتگری بانو بودند و همیشه با زباندانی و زبان فهمی مشکل ترجمان را آسان میکردند. پس آن ما راه سوی خانه استاد را گرفتیم که آنجا دوست دوری بچگیشان و همسر و فرزندان یاد پدری بزرگ را میکردند. آن یک گذر بای کلام شدگی یک مکتبی 11 خواندیم، خواه اون کس پیشتر خواندن ما سون تمام کردیم. استاد آدمی عجیب انسانی، این انسان ما ندیدیم. برای من بتون مشکل اینتی گپ زدم. من هیچ باوریم نمیبیاد که همچین دوست من جدا شده از من. 18 سال گذشته باشدم، ما زنده ما یک باشدم، من این وقت می بودم. اون کس من بعد 75 میادرم بودم. من استوی دورتگاه هستم، هنرمند و آدمای میفهمدگی بتون حرمت عزت میکردن. تو حتی یک وقت گفتن که شما استاد آدمی پروگرس کتگیتون چیکار آدمی پیش قدم میفهمید. همین آدم شما من برای شما حرمت میکنم، همه میدونید وای میکنید. یاد استاد دوین در قلب من هیچ وقت اون کس از یادم فراموش نمیکنم. بله، عمر آدمیزاد مثل آب تیز میگذرد.
من افسوس ها شود که 18 سال می شود که استاد در بین ما نیستند. ما حالا حاضر در اتاق کاری، در اتاق ایجادیشان هستیم. همون میز، همون عینک ها، همون کتاب ها، همون جایهای کاریشان ایستاده است و هر وقت فرزندان در آمده از کتاب های پدر برخوردار می شوند. و بین کتاب ها و شعرها یک چیزی بسیار هم عجیب، یک شعری درباره گذرهای سمرقند نوشته شاعر را ما دیدیم که در آنجا می نویسند: نشانی هستی شهرم گذرهای سمرقندم، مکانی عارفانی دهر گذرهای سمرقندم، همه صاحب خرد باشند، با صد کسب و هنر باشند، زی شهرت بهره‌ور باشند، گذرهای سمرقندم. یکی استاد نامدار است، دیگر عالم دوران است، همه اهل هنر باشند، گذرهای سمرقندم. یکی از بحر علم کوشد، دیگر از بحر نام و جا، همه پیدا و ناپیدا، گذرهای سمرقندم. همین گونه اثرها، شعرهای می نویسند در وصف سمرقند، شهر عزیز خود که آن را بسیار هم دوست می داشتند. از فرزندان دختری دوست داشتهشان بهاره معروفی ورقهای خاطرات را یک گردانده چنین گفتند: چو محبوب چی جانان پدر جان، گلی عشق دل جان پدر جان، با چشم من زی هر چیزی که گویند چی خوب هستین به از آن پدر جان. هم مهر پدرم برای من هیچ وقت خاطرشان از دل من هیچ وقت دور نمی شود. عمر خیام هم چی طوری که گفته است در این کوزه یک شاگردی پدرم این کوزه رو برای اون کس تیار کرده آمدگی اینجا به مصرع‌های عمر خیام آوردگی. عمر خیام هم گفتگی بود است که این دنیا گذرا هست، لیکن همین طور آهسته به خواب قدم مون که در هر یک ذره خاک چشمی هزاران آدمان چشمی نگارشان در آن خورفته است. گفتگی مصرع ها را نوشتگی. پدرم و همین اکادمیک خدای بردیاکا همین نوشتن فارسی، خطی فارسی را یاد دادگی و همون کس یکمین مرتبه این برای همین یاد کردگیشان این کوزه را با همون لایه خطی خودشان همین چیز را در یگانه نسخه ساخته تحفه کردگی. این انسان پاک دل و پاک وجدان در دل نیت و آرزوهای بسیاری داشتند، ولی مرگ نابهنگام امکان نداد که آن آرزوها رویاب گردند. همچون انسانی دلبر، دلجوی، دلیاب، تشبسکار و پاک‌طینت در یاد ما ابدالابد باقی میماند و بیت زیرین به دلهایمان تسلی میبخشد: زنده و جاویدمان هر کنام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را.
پدر جانم پدر جانم